اداره عمومی کمیسیون اروپا در امور همکاری‌های بین المللی قرار کرده است که برای کمک به سوهای انرژتیک تاجیکستان 10 میلیون یورو جلب کند. در شرح تندر این لایحه چنین آمده است: این لایحه با استفاده منبع‌های استوار انرژی در تاجیکستان مساعدت کرده به تکمیل زمینه نهادی و معیاری و حقوقی در سوهای انرژتیک کمک می‌رساند. بنا به شرح کمیسیون اروپا، مبلغ جدا شده از جمله برای کمک به تقویت و رشد ظرفیت‌ها و ثمره‌ناکی کار وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان، شرکت برق تاجیکستان و ریاست تنظیم سوهای انرژتیک اجنسی ضد مونوپولی روانه خواهد شد. در کمیسیون اروپا مطمئنند که این همه بازار نیروی برق تاجیکستان را شفافتر و تعریف‌های این بازار را واقعی‌تر خواهد کرد. به نوبت خود این نرخ‌ها باید برای بخش خصوصی جالبتر گردیده جوابگوی طلبات معاصر از بازار نیروی برق منطقه باشند، تاکید کرده است کمیسیون اروپا. این نهاد همچنین گفت که 10 میلیون کمکش به سوهای انرژتیک تاجیکستان به تقویت هماهنگی و همکاری نهادهای مختلف این ساحه و کاهش سطح آلوده‌شوی محیط زیست نیز مساعدت خواهد کرد. کمیسیون اروپا نهاد اجرایی اتحادیه اروپا می باشد. کمک‌های اتحادیه اروپا به کشورهای دنیا از جمله به تاجیکستان اساساً از بودجه کمیسیون اروپا و نهادهای مالیوی تابع آن به مثل بانک سرمایه‌گذاری اروپا جدا کرده می‌شوند. ساحه انرژتیک تاجیکستان با وجود دریافت صدها میلیون دلار و یورو کمک‌های بین المللی همچنان یک ساحه ناشفاف خیلی فساد زده باقی مانده است. شرکت برق تاجیک با وجود آنکه در طول 10 سالها در بازار نیروی برق تاجیکستان مقام مونوپولیست را داشت، به علت فساد در چاه قرض در مانده است و حجم قرضش از مرز 32 میلیارد سومانی یا 3 میلیارد دلار گذشته است. سال گذشته این شرکت مونوپولیست را به 3 شرکت علاوه تقسیم کردند، ولی هنوز روشن نیست که آیا این اقدام تا کجا میتواند ساحه انرژتیک تاجیکستان را از ورطه قرض خلاص کند. سوال دیگر این است که آیا که ساحه انرژتیک تاجیکستان میتواند مشکل از همه جدی این ساحه کمبود برق در فصل سرما را از بین برد. با گذشت بیش از 30 سال از استقلال تاجیکستان، این کشور هر سال از ماه اکتبر تا پایان ماه اپریل به کمبود شدید نیروی برق روبرو می شود و به اکثر مناطق دهات جمهوری در طول 7 ماه سال در شبانه روز همگی چند ساعت برق می دهند.